در عمق زمین کربنات‌های طبیعی مانند کلسیت و دولومیت تحت فشار و حرارت دوباره بلور می‌شوند و ساختاری متشکل از کریستال‌های در هم تنیده و شفاف می‌سازند. رگه‌ها و موج‌های رنگی که در اسلب‌های مرمریت می‌بینیم اثر ناخالصی‌های طبیعی اند که طی میلیون‌ها سال به نقشی هنرمندانه تبدیل شدند. ضریب شکست پایین این سنگ به آن درخششی ملایم و لوکس می‌بخشد. درخشش منحصر به فردی که مرمریت را به یکی از ارزشمندترین سنگ‌های طبیعی بدل کرده است. مرمریت به دلیل ماهیت کربناته خود تا حدی جذب آب دارد و در برابر مواد اسیدی حساس است و عمدتاً برای استفاده در فضاهای داخلی مناسب است.